مقدمه. در تجربه 40 ساله کار با هزاران نفر از سراسر دنیا، بسیار تحت تاثیر گروهی از این افراد قرار گرفتم که در بازاریابی شبکه‌ای مشغول بودند. اینان افرادی شکیبا هستند که برای شرکت‌های کار می‌کنند که محصولات و خدمات آنها به طور مستقیم به نیازهای واقعی مردم ربط پیدا می‌کند. آنان با هیجان به آینده مشتری‌های احتمالی خود نظر دارند و برای آنها خواهان آزادی هستند، آزادی زمانی و آزادی مالی. آنها افرادی هستند که خواهان تعادل در زندگی خود هستند و برای رسیدن به آن تعادل حاضرند سخت کار کنند. جالبتر این که هر کسی که وارد این تجارت می شود برای رسیدن به موفقیت فرصت برابر دارد. کسی در مورد سن، پیشینه، نژاد، تحصیلات یا وضعیت مالی شما قضاوت نمی کند. وقتی به یک نفر کمک می کنید بالاتر بیاید، بازاریابی شبکه‌ای به شما پاداش می دهد. الگویی انگیزه بخش است. از آنجا که من با افراد زیادی در صنعت بازاریابی شبکه‌ای برخورد داشتم و برای خیلی از آنها سخنرانی کرده‌ام، در اکثر گفتگوها متوجه سوالات و نگرانی‌های مشترکی شده‌ام. سوالاتی از این است که درآمدم کم و زیاد می شود، چطور می توانم به درآمد زیاد و ثابت برسم؟ چطور گروهم را با انگیزه نگه دارم؟ چطور می توانم بر ترس از صحبت با مردم غلبه کنم؟ همیشه جواب نه می شنوم. کار خیلی زیاد است، زمان خیلی کم. چطور می توانم رابطه‌ام را با اعضای گروهم و با خانواده‌ام در سطح عالی حفظ کنم؟ چطور روحیه‌ام را بالا نگه دارم؟ نگرانی‌هایی از این دست حول یک چالش اساسی مشترک می‌چرخد. چطور می‌توانم به جای گیر افتادن در دور باطل، هدر دادن وقت و خیال بافی، یک بازاریاب شبکه‌ای مؤثر و حرفه‌ای تبدیل شوم؟ تجربه به من آموخته است که مؤثر بودن در 7 عادت جمع شده است و باید با این 7 عادت زندگی کرد تا ذهن با آنها خوب بگیرد. عادتها یا الگوهای رفتاری در برگیرنده 3 جزء همپوش هستند: دانش، نگرش و مهارت. از آنجا که این 3 جزء آموختنی هستند نه ارثی، طبیعت ثانوی ما را تشکیل می‌دهند. برای همین است که عادت می‌کنیم یا عادتمان را ترک می‌کنیم. عادتهای مؤثر بودن آموختنی و عادتهای نامؤثر بودن ناآموختنی هستند. برای اینکه در بازاریابی شبکه‌ای خود واقعا موفق باشید، باید بر اساس اصول مدیریت مؤثر شخصی به سطح تازه‌ای از طرز فکر برسید. شما نیازمند شخصیتی هستید که بر پایه رویکرد درون به بیرون شکل بگیرد. درون به بیرون یعنی اول از خودتان، درونی ترین بخش خود که همان شخصیت باشد، شروع کنید. وقتی آموزش های بازاریابی شبکه‌ای را می‌بینید، اکثر آنها مهارت و فن هستند. البته به کارتان می‌آید، ولی آنچه بازاریابان شبکه‌ای میانمایه را با بازاریابان شبکه‌ای مؤثر جدا می‌کند، فقط مهارت‌های ذهنی نیست. مؤثر بودن از قلب شروع می‌شود. اگر به من قصد بهبود اوضاع، افزایش انگیزه، برقراری روابط دوستانه بین اعضای سازمانم، از فنون و شگردهایی برای جذب افراد به مجموعه‌ام و ترغیب آنها به پیروی از خودم استفاده کنم، باید با نظم و انضباط شدید مدیریت کنم تا رشته کار از دستم در نرود. اگر اعتماد کم باشد یا نباشد، شالوده‌ای برای پیریزی موفقیت پایدار وجود ندارد. هیچ چیز جای شخصیت خوب را نمیگیرد. هسته هر یک از این عادت‌ها یک اصل است. اصول قوانین طبیعی هستند. این نکته بسیار مهم را به خاطر بسپارید. نمیتوانید این عادتها را جعل کنید. باید بهای آن را بپردازید. رشته و توسعه واقعی را ابداً نمیتوانید جعل کنید. موفقیت واقعی با رعایت اصول میسر می شود. نکته این است که ارزش‌ها، عادت‌ها و رفتارهای خود را با اصول تنظیم کنیم. نکته مهم دیگر در این بحث انگاره است. انگاره در تعریف ساده یعنی تصویری که از واقعیات بیرون در ذهن خود دارید. ما با این تصویرها